پس از نشر اعلامیه حجاب در گوشه و کنار شهر دیده می شود که زنان هنوز در حالت عادی حجابشان را رعایت می کنند و هیچ ممانعتی در اجبار حجاب برای آنان وضع نشده است. این اعلامیه حدود 1 ماه قبل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر نشر شد که از سوی رسانه‌های مختلف این موضوع دامن زده شد. اما ما امروز در مکان‌های مختلف آماده ایم و از زنان مختلف مصاحبه گرفتیم. فهیمه یوسفی یک تن از آموزگاران در یکی از کورس‌های این شهر است. او در مصاحبه با ما گفت: به حکومت هم که بود به می محدودیت به می حجاب به می چه می آمدیم، یعنی برای ما هیچ مشکلی پیش نبود. همین لحظه هم که امارت اسلامی هسته برای ما هیچ مشکلی پیش نشده که در مورد حجاب بگم چرا به این همچین لباسی سرانگشت گذار میکنه. هیچ وقت برای ما پیش. در یکی از پارک‌های این شهر آمدم. با وجیه سخاوت یکی از ساکنان این شهر سر خوردم. برایم گفت وی در دوره جمهوریت نیز چنین پوشش آزاد داشته است. به جوب مکو کدام مشکل پیش ناماده. خب قبلا هم به این پوشش میرفت و مرجا آلی هم به پوشش هر جا میرم، هیچ محدودیت پیش ناماده. به جا وقتی من بازار میرم هیچ کس برای من کار نداره به پوشش من. هر رقمی که من میپوشم یا حجاب خود میگیرم یا نمیگیرم هیچ کس سوال برای من گپی نزده که تو حجاب خود بگی یا پوشش خود بیشتر کن. اینجا در گوشه ای از پارک یکی از زنان شاغل مصروف است. از وی در مورد حجابش پرسیدم. برایم گفت نه به حجابش تغییر آمده نه هم به موقعیت شغلیش. پریسا اقبال عضو هیئت مدیره در اتاق‌های تجارت زنان در زون غرب: یعنی هیچ نوع خشونتی که خواسته باشه باعث آزار مردم بشه، صد راه مردم بشه، متعالی از این دولت به الحمدلله را دیدم و این دولت کارای دولت خیلی بهتر از دولت سابق. با این همه در یکی از مراکز آموزشی آمدم تا این که بدانم آیا محدودیت‌های حجابی بر زنان وضع شده است یا خیر. لطیف سروری مدیر یکی از مراکز آموزشی خیاطی در هرات است. او چندین سال است که این کارگاه را با وجود خانم‌ها مدیریت می‌کند. از طرف امارت اسلامی هیچ مکتوبی به ما نیومده که خانم‌ها یا با حجاب باشن یا بی حجاب باشن، به خاطر از اینکه ما کشور اسلامی. به گفته برخی از زنان در هرات، برخی از رسانه‌ها که تلاش دارند از زنان چیز دیگر به جهان نشان دهند، در واقع پی این هستند که زنان را ضعیف و جهانیان جلوه دهند.